انتظارها به پایان رسید. انقدر هی گفتید عسل کو، چرا با عسل ویدیو نمیذاری؟ بالاخره این شما و این هم عسل. امروز اومدیم با هم دیگه یه چالش غذایی سمی بریم مثل همیشه. غذا چالش امروز این مدلیه که یه سری غذا داریم که دو نوع سس قراره باش بخوره، که یکیش یه سسیه که باش مچه، یکیش یه سسیه که باش مچ نیست، یعنی خیلی بده. سنگ‌ها از قیچی میکنیم، هر کی باخت اون بده بهش میفته و بعد اون غذا رو با اون سس چرت و پرت بخوره. در واقع میشه گفت مثلا یه جوری اسم چالش اینه سس اشتباه و انتخاب نکن. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید. حالا بریم سراغ چالشمون. راند اولمون چیه؟ خیارشور با سس شکلات و مایونز، که مایونز قطعا اون چیز خوب است دیگه و سس شکلات اون چیزا داغونه. برید سنگ‌ها از قیچی می‌کنیم، یه دونه ایه. آقا فقط یه دقیقه فکر کنین. چرا؟ حالا من نمیدونم قراره به کی بیفته، ولی یه دقیقه فکر کنین خیار شور بخوریم با شکلات. فکر نکنین حالتون بد میشه. ببین ما چی قرار بکشیم. بیا سنگ‌ها از قیچی برو. سنگ‌ها از قیچی. چرا نمیاری؟ سری بیا آقا، جرزنی کنی بعد رو بهت میدم. آقا سری میارم. خب من مغزم دیلی داره. باشه سری. سنگ کاغذ قیچی. بیا دیدی؟ من از قیچی میام، نمیدونم چرا. اوکی بیا اینو بگیر. این چالش دیگه مثل چالش دیگه نیست. جیدن افتادم دور باغ، مثل اینکه سنگ کاغذ قیچی بهم نمیسازه. بچه چرا نمیاد؟ اومد. وای یعنی من اینو بخورم؟ آقا 1 2 3 بگیم ما هم گاز بزنیم. بیا چیرز بزنیم. من نمیتونم. سلامتی. خانم چه حسی داره؟ بنده با آرامش خاطر بخورم. چه حسی داشت خودم؟ وای چقدر بدمزه است. وای مزه زهر مار میده. معلومه شکلات خورده با خیارشور. خیلی بده اصلا. یه چیز، البته میتونم بگم دوم چیز بدیه که خوردم. اولین چیز بدی که خوردم اون پیتزا بود که مایک درست کرد، ولی اصلا یه مزه زهر ماری تو دهنم میگیره.